میخوام یه چیزی بگم، ممکن از دست من ناراحت بشی اما واسط دوست من، اگر قرار کسی رو متقاعد کنی و بخوای از این جمله استفاده کنی، هر چقدر هم که نسبت به شما احساس خوبی داشته باشه، بعد از یک مدت شما این احساس رو درون اون مخاطب ایجاد میکنی که من همیشه تو رو ناراحت میکنم. همیشه هم این تکنیک راهکار خوبی برای متقاعد سازی افراد نیست، چون آدم ها تا یک جایی میتونن بپذیرن به نفع خودشون از دست شما ناراحت بشن و بعد از یک جایی دیگه حس خوبی رو از شما و صحبتاتون نخواهند گرفت. پس برای متقاعد سازی افراد بهتره که روحیات اون شخص، موقعیت، نوع بیانتون، لحنتون و واژه‌هایی رو که برای متقاعد سازیش به کار میبرید رو در نظر بگیرید.